صبح خیر مردم شریف تاجیکستان نام من ایوب نصیب باشه سر افیر ای مسکوا با قانون و قاعدش دینش ما رکورد دادین تلخه خوینا را کفونده 1618 پراپوشین 413 نفر در واتساپ نوشتگی است. برادرای سپاه شما برادرای ما هستین. برادر اسفندیار 5-6 نفری که برآمدین زن تاجیک دستگیری کردین. ای 86 یا 87 زن تاجیک رحمتتون گفتن، سلامتون گفتن که ما فخر میکنیم که خیر مردای تاجیک هست که ما را دستگیری میکنن. خوینو شما میدونین که ما چی میخوام و شما میدونین که ما برای چی مسکو اومدیم. خوشوقت میدونین. او آدمایی که نو دیدین ما را اگر ندونین چه تاکوی اکستریمیزم، تروریسم التماس میکنن پاپیستا نکن. یگون چی ننویس. ای پیش زندگی چون ما تو آخیرا میرم. این کاری من است، این کسب من است. زیدی حرامخوار، زیدی کوراماکو، زیدی اکستریمیزم، تروریسم باروسا بودن این کاری من است. خوینو من میخوام که خطی شما افیرای مرحمت گروزیا ارمنیا آذربایجان ترکیه رو پارو گاب میزنه. باید مردم بدونه کی حق کی ناحق. اگر تو مای دکامبر اکتبر نوامبر یا که نوامبر خیرونش یا که دکامبر شما خاتمه نبروین دکوشا گرمانیا فرانسه اینم جا ویدیو براشینی میکنم که میبینیم که شما مرد هستین. بیاین گپ بزنیم حقیقتا. ما حقیقتا میخوایم. زنده باشین آدمایی که دستگیری میکنین. برادرای عزیز 1 سال 10 ماه میشود که مزید فاشیستا برای سبودیسم. این خاک دیگه موندگی است. زنده باشین.